در فینال سوپرکاپ اسپانیا رو با هم مرور میکنیم. کاپیتان رافینیا، پاس زمینی او، لامین یامال صاحب توپ، ضربه یامال زده میشه و عکس العمل دیدنی از تیبو کورتوا اولین توپ در چارچوب رو به کورنر هدایت کرد. حالا فرار خود او، کاماوینگا میاد رو به روش، سانترش انجام میده، موقعیت این صفحه، حالا باز هم تیبو کورتوا، کاپیتان رافینیا اجازه نمیده بارسلونا پیش بیفته. در میاد حالا تند و تیز، اون شلوغی میخواد وینیسیوس ضد حمله بزنه، موفقه، توپو گرفت از کاسادو، حالا امباپه، 2 در مقابل 2، کیلیان امباپه صاحب توپ هست، خود امباپه و گل، کیلیان امباپه و گل. رئال مادرید دقیقه 5 خلاف جریان بازی بزرگی خودش رو به رخ میکشه. آیا این صحنه خطایی بوده یا نه؟ وینیسیوس جونیور توپو از کاسادو رو بود، انتقال بازی از دفاع به حمله با سرعت برق و باد، هنری که رئال کارنتو نشون میده داره. و بعد امباپه این کار با توپ از ضربه نهایی، شزنی رفت سمت مخالف، توپ به سمت مقابل رفت و سپس همه چیز عوض شد. رئال پادرمیونی کرد تا حرف دل این بازی شنیده بشه. من خواست و تماشاییم، این حرف دل این بازیه که حالا رخنمایی میکنه. بالده، پاس زمینی او، موقعیت، این شوت سنگین، توپ اوت میشه برای بارسلونا که هیچ کدوم به گل تبدیل نشد. سانتر انجام میگیره و حالا بلینگام رفعه توپ بود، یه کار قشنگ، حالا پاش دفاع، این ضربه زده میشه و حالا کورنری مجدد. پدری شانس داشت، یه فرار، موقعیت برای گل مساوی، لامین یامال یک مساوی. این توپیه که بهش پاس میدن یامال، لامین یامال، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. پسر تو دیوونه فوتبال یا من دیوونه بازی تو. ضربه نهاییش انقدر مطمئن زد که کل شهر توپو دیدن، کل دنیا توپو دیدن. سانتر رودریگو انجام میگیره، یه ضربه سر، شزنی و توپی که میچرخه به کورنر میره. اینجا آزاد بود، توپ به زمین هم برخورد کرد. اضافه میشه جولز کنده، مندی میره رو بروش، سانتر انجام میدن، یه برخورد داخل محوطه جریمه، گاوی روی زمین. صدای اعتراض رئالی ها، امیدی که تو چشم بازیکنای بارساست. این صحنه فقط یه تصمیم ساده نیست، میتونه سرنوشت نیمه اول رو تغییر بده. بازگشت خیل منزانو، پلک نزنید، خیل منزانو میره سمت محوطه جریمه، خیل منزانو، پنالتی. چشم‌های خیره به پای او به این توپ، به تیبو کورتوا، لیوا لواندوفسکی، 2-1 بارسلونا. ببین، بوم، زد به گوشه دروازه، جوری زد که خون تو رگ رئالی ها یخ زد. پاس رودریگو، چرخش او، جبهه راست، واسکز پاس، مهار شزنی. سانت برای رافینیا، 3-1 بارسلونا. سانترالی جولز کنده و این سر، واویلا از هر نمایی ببینیم برای عاشقان بارسا حد مطلقه. عجب سری گذاشت پشت این توپ رافینیا، کاپیتان بارسلونا. فراری از رافینیا، سانتر از رافینیا، اقدام به زدن ضربه سر از لواندوفسکی، او دوباره دچار مصدومیت میشه. حالا پاس برای واسکز، حفظ توپ، با پشت پا خورد به دست بالده یا نه، ادامه بازی لحاظ میشه شزنی و حالا توپی که مهار میکنه. آفسایدی اعلام نشده بود فعلا. این توپ از این نما نشون میده نه، به دستش نخورد.
اینم ضربه سر رو به عقبی بود که گاوی زد، نمیتونست آفساید باشه. پدری اضافه میشه، بالده کورنر میده تیبو کورتوا. شوق گلزنی به رئال رو پیدا کردن امشب. رودریگو پشت محوطه جریمه، پاسش اشتباهه. حالا ضد حمله دست جمعی آبی و اناری ها، داوری که سود نمیزنه. بارسایی که دنبال گل چهارم میگرده. رافینیا و پاس، وای از این صحنه و این ضربه، گل چهارم برای بارسلونا. آلخاندرو بالده، استاندارد کیفیت انگار امشب. انتقال بازی از دفاع به حمله، تو لحظه که همه پلک زدن بارسا گل زد. رافینیا این کار با تو، پاس آخر به ضربه، ساده فوتبال کردن راحت نیست، اما بارسا این هنر رو داره. تاچ‌های پیاپی و لمس توپ‌هایی که نهایتاً امضا پشت امضا، گل پشت گل، تاریکی پشت تاریکی، همه چیز مطلق به نام بارسلونای هانسی فلیک در نیمه اول سوپرکاپ اسپانیا. کاسادو، پدری، رافینیا، گاوی، یامال، لواندوفسکی. حمله اول رئال مادرید و حالا این ضربه گل یا نه؟ توپ نمیچرخه داخل چارچوب. وا حسرت ها از این صحنه، وا ویلا از این توپ و بدشانسی رئال. سانترالی وینی و این والی تماشایی تیر رئال در زد، بدشانسی در و وا کرد. بارسلونا یا هانسی فلیک حسابی باید حواس جمع باشه. البته که این ضد حمله ها کمر رئال رو بیش از این میتونه بشکنه. رافینیا دیر شد یا نه؟ رافینیا گل پنجم. تو پای رئال گل نمیشه، تو پای بارسایی ها چشم بسته راه دروازه رو پیدا میکنه. هوای ورزشگاه بوی باروت گرفته. یه همکاری دیدنی برای رئالی که انجام پذیرفت تا توپ دوباره خونش رو پیدا کنه. خواب این توپ هم تعبیر شد. خونه ای زیباتر از گوشه دروازه رئال امشب دلش نمیخواد این توپ قرار بگیره. رافینیا راهی رو میره که همه ستارگان گذشته بارسا رفتن. فتح دروازه رئال مادرید. مرکز زمین یا ضد حمله، جود بلینگام عالی توپ رو بود، پاس داد. حالا امباپه تک به تک. امباپه داور خطا رو میگیره یا نه؟ خطایی نمیگیره. به نظر زدش. آره دیگه زده و الا ردش میکرد و شاید رئال رو دوباره برمیگردون به مسیر زندگی. شور و مشورت داوران این دیدار. خصوص خیل مانزانو خطا رو به نظر تایید خواهد کرد. خطا رو گرفت. رنگ کارت قرمز. شسنی رو اخراج میکنه. فوتبال ایران در ورزش ایران با این سبک تو رو با فوتبال همراه نمیکنه، میزنن و حالا گل. دقیقه 60 زندگی ترکشون کرده بود. رودریگو با این کاشتش زندگی رو برمیگردونه برای رئال. ببینیم با هم بوم، کاری از این یکی پنیا بر نیومد. زندگی رو این لحظه بذارش رو حالت پرواز، دور از هر مزاحمی پرواز کن تو آسمون این بازی. کاشیوم بوده براش. سانتر یه سر بازگشتش آسنسیو بد زد. خبری از اون رئال